بریم با هم دیگه گیربکس MA5 این 206 رو جمع کنیم تا سال 91 روی همه 206 ها این گیربکس نصب گیربکس سری MA که گیربکس خیلی جمع جور و خوبی هم هست. دفعه جا زدیم، هاب شفت ورودی خروجی رو نصب میکنیم، پیشاش رو میذاریم سر جاش و سفت میکنیم کاملا. نیازی به چسب لاستیک هم نیست برای بستنش، بس خوب سفتش کنید. نکته ای که وجود داره توی گیربکس MA5 توی هر بار تعمیر اساسی تمام بورینگ های مصرفیش رو تعویض کنید که دوباره کاری نشه. بورینگ دیفرانسیلش هم با MA5 که تیپ 5 وصله و 405 یکیه. شفت رو جا زدیم، یه کنترل میکنیم، فنر برگردون رو جا میزنیم، میریم برای مونتاژ تقسیم دنده گیربکس. تقسیم دنده رو جای خودش قرار میدیم و فنرش رو جا میزنیم. توی این مرحله باید توجه داشته باشید که این پین تا امتحان نشینه و تا یه حد کمی بیرون بمونه. اوکیه. دنده عقب رو جا میزنیم. توی این گیربکس اگر گیربکس میخونه و توی حالا دنده های بالا شما میخونید، دیفرانسیلتون میخونه، پینیون میخونه، ارزش تعمیراتی خودش رو از دست میده. یادتون باشه در اون حالت گیربکس رو کاملا با نمونه استوک تعویض کنید و تو تعمیرات اساسی حتما سعی کنید از قطعات اصلی استفاده کنید که تعمیر جواب بده، وگرنه تعمیر توی این گیربکس جواب به هیچ عنوان نمیده، به خصوص توی قسمت برنجی ها. دنده 5 جا میزنیم، خارش رو میذاریم، دنده رو قفل میکنیم، دنده 5 مقابلش رو هم جا میزنیم. یه نکته ای داره توی اینا دو مدل توی ایران داره، یه مدل با خار جا میخوره و یه مدل پیچیه. اکثر نمونه‌های استوک مدل پیچیه. پینش رو فیکس میکنیم، یه دور دنده ها رو مرتب نگاه میکنیم که همه جا میره. یادتون باشه تمام واشربندیاش و کاسنماداش رو جنس درجه 1 بگیرید جا بزنید و جنس درجه 1 نیاز به هیچ کسبی نداره. قاب دنده 5 میره سر جای خودش و تقریبا این میشه پایان مونتاژ این گیربکس. این گیربکس 2 لیتر روغن گیربکس میخوره، 75 90 75 80 و هر 30,000 کیلومتر یا هر سال روغنش رو حفیظ کنید تا به حد اکثر عمر گیربکس برسید.